خیلی ها میپرسن اهل کجایین و اصالتا کجایی هستید. ما اصالتا مال استان اصفهان هستیم، مال یه روستایی تو غرب استان اصفهان به نام افوس. این شهر چشمه‌های فراوانی داره با یه طبیعت بسیار زیبا. طبیعتی که پشت سر منه طبیعت کشاورزیشه. با من همراه شید تا جاذبه های این روستا را نشون بدم. اینجا یه قبرستون تاریخی که منسوبه به گرجی ها و این بنده خدایی که اینجا فوت کرده، حالا مرد یا زنه، 1885 فوت کرده و از این سری قبرها اینجا فراوون هست. الان مثل اینکه اینا رو تکون دادن و از جاش جابجا کردن. اینجا